5 تا اشتباه عاشق ترین آدما رو هم فراری میده. اگه اینا رو تو خودتون میبینید حتما جدی بگیرید و اصلاحش کنید. 1. ازش بخوای تمام زمان بیکاریشو به تو اختصاص بده، هیچ فضای شخصی براش نذاری. به این میگن نقض مرزها که باعث خفگی میشه. 2. حساسیت زیاد نسبت به تمام حرفا و رفتارهای خودش و اطرافیانش. مدام دلخور شدن. طرف انگار که داره رو پوست موز را میره و مدام باید به تو احساس امنیت و ایمنی بده. 3. به محض اینکه یه ذره سرش شلوغ شد، تو تیکه بندازی، گلایه کنی و بگی که منو دوست نداری و اون مدام مجبور باشه که به تو این اطمینان رو بده که تو رو دوست داره. 4. برای رضایت و خوشحال کردن طرف مقابل از تمام ارزش‌ها و استانداردهای خودتون بگذرید. به این میگن از خود بیگانگی. با قربانی کردن خودت میخوای طرف رو نگه داری. 5. بی‌مرز بودن و اثبات این که من به هیچ قیمتی این رابطه رو ترک نمی‌کنم، حتی اگر به هم بی احترامی بشه و اذیت بشم. پژوهش‌ها نشون میده که این رفتار بیشتر از اینکه باعث عشق بشه، باعث میشه که طرف مقابل از شما سوء استفاده بکنه.